الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لله تعالى. ما يكره للصائم. خب در بیان مکروهات روزه الشیخ قدوری رحمه الله میفرمایند و من ذاق شیئا بفمه لم یفطر. اگر کسی میگد با دهان چیزی رو چشید روزش نمیشکند. لعدم وصول المفطر الى جوفه، چون که میگد مفطر همون چیزی که روزه رو میشکند، همون میشکننده روزه به جوف به شکم نمیرسد. به همین علت چشیدن یگون طعام یگون چیز روزه را نمیشکند. لیکن بعضی علماها در کتاب‌های فقهی میگن که اگر نسبت به زن، اگر میگه زن، از اون جمله ابن نجیم حنفی در کتاب الاشباه و نظاهرش میاد، میگه اگر شوهری مثلا بگیم چه خیلی بگم، یعنی بگیم گیزله باشد، غضبناک باشد، بگیم وای باشد، به خاطر ترس شوهرش که یگم وای نشود، دعوا و یگم جنجال نشود، خب زن میگه میتواند که بچشد، اشکال ندارد، میگه حتی کراهیت هم ندارد. لیکن و یکره له ذلک، لیکن همین مکروه است. مراد مکروه تنزیهی است. مکروه تنزیهی است. خب معلوم است که خب این مسئله فقط تعلق در روزه فردی است، یعنی در روزه ماه مبارک رمضان است. اما در نفلی اصلا یگم ضرر ندارد، برای که روزه نفلی تو میتونی که حتی بخوریش. مثلا روزه داره، روزه نفلی مهمون میاد، میشینی به مهمون خوردن، یا که یا جمعه دعوتت میکنن مهمونی، یا که جمعه خب با یک نفر یا چیز مثلا بگیم تکلیفت میکنه خوردن یگم چیز ده، روزه نفلی داره، اشکال نداره خوردن بگی. برای همین این مسئله فقط تعلقات دارد بر روزه فردی، یعنی روزه ماه رمضان. برای همین در روز رمضان چشیدن طعام بدون یگم عذر چی دارد؟ مکروه است، کراهیت دارد، نه مکروه تنزیهی. لما فيه من تعرض الصوم على الفساد، چون که میگه در این مسئله یعنی چشیدن، میگه در اینجا تعرض روزه است بر فساد، یعنی که شاید که روزه چی کند؟ فاسد شد، یعنی شاید روزه بشکند. یعنی وقتی که چشید شاید اگم قرط کند، اگم قطره برود، روزش میشکند. به همین علت روزش میشکند. افان، یعنی به همین سبب مکروه است چشیدنی اگم چیز. خب و یکره للمرأة ان تمضغ لشبیها الطعام لما مره. و همچنین میگم مکروه است برای زن، خب بگیم تمضغ یعنی خویدن یا که جویدنی، همون خویدن طعام برای کودکش. اون زن کودکی میدهش بعضی وقت طعام میخواد در دهانش، بعد میجواد و میخواد، میبر کودکش میدید. برای چی؟ لما مره، چی میگه حکم گذشت، یعنی با هم لما فيه من تعرض الصوم على الفساد، به خاطر همون معارضه بدن روزه بر فساد، یعنی که شاید روزش بشکند، یعنی یگم قطره میرود روزش میشکند. به همین علت چشیدن طعام، یعنی خویدن طعام در دهان برای کودک، میگه اینجا برای زن چی است؟ مکروه است. و هذا نک میگه این میگه ان کان لها منه بود ای محید، اگر یگم مود باشه، یعنی محید باشد، مقصد یگم نفر باشد، یعنی یک انسان دیگر هست که میتواند که او را خواهش کند، او طعام مثلا بجواد بخوید در دهان کودک باندازد. برای همین در همین حالت مکروه است. خودش میگه بی ان تجد من یمضغ شبیها، با اینکه مثلا پیدا میکند یک نفر که میخواهد همون طعام را در برای کودکش، که مفطرت، مثل یگم زنی که خب روزه نمیگیرد، لحید، بسبب حید او نفاس، یک نفاس او صغر، یک کودکی که نابالغ است. برای همین اگر اینها باشد، این زن حایضه و نفاس و یک کودک نابالغ، این زن حق ندارد که طعام در دهانش بخواهد در کودکش بدهد. برای اینجا هست، یعنی اینجا عذر دیگه وجود نداره، یعنی هست نفری که او را برای اون زن کمک کند. اما اذا لم تجد بودن، اما اگر نباشد هیچ کس، فلها المضغ، پس میگه برای جایز است که طعام بخواهد در دهان کودکش بماند، لصیانت الولد، برای محافظت کودک، یعنی برای محافظت سلامتی و حیاتی کودک میتواند که طعام بخواهد در دهانش بماند. دیگه مکروه هم نیست. کراهیت در حالتی است که مکروه تنزیهی، یعنی در حالتی که اگر یگم نفر باشد که او یعنی از اهل روزه نیست، در این حالت مکروه میشد، وگرنه کراهیت ندارد. طيب و مضغ العلك الذي لا يصل منه شيء الى الجوف مع الريق لا يفطر الصائم. میگه خویدن علک، علک همون
با روسیش بگیم با تو فارسی ما ساقیچ میگیم، با روسی میگن ژواچکا. خب همون ژواچکا یا کی ساقیچ که اگر چیزی میگه از زمان به شکم نرسد همروی همون آب دهان لا یفطر الصائم روزه را نمیشکند. لیکن مراد اینجا همون ژواچکا بگیم همون ساقیچی که این ساقیچ طعم نداشته باشد. این ساقیچ روزه همش همین چیزا همش طعم دارن، همش مزه دارن، یعنی همه شیرین هستن، همین خیلی یک مزه دارد. اینو معلوم است که مثلا مکروه است خودشون. اما مراد همون بگیم ساقیچ با روسیش بگیم ژواچکا که تیسر میفهمید، اگر مزه نداشته باشد اشکال ندارد، میگه روزه را نمیشکند. برای چی؟ لعدم وصول شیء منه الى الجوف، به خاطر که هیچ چیز میگه از شکم به شکم از همین ساقیچ نمیرسد. و یکره ذلک، لیکن این مکروه است. برای چی؟ لانه یتهم بالافطار، چون که میگه این را شخص متهم تهمت بر چی میکنه؟ بر افطار، گویا که روزش خوردگی است. چه خیلی در نهار رمضان، این در روز روشن رمضان کسی بیاد پیش ده مثلا ساقیچ بخوید، میگه او بچه روز آخر به دست، خیلی برای همین کراهیت دارد. به همین سبب با همینم با ژواچکا باشد که میگیم مزه نداشته باشد. و الله علم چه خیلی ساقیچ است یا ژواچکا است، الله علم چی مزه ندارد، لیکن مقصدش همین. خب میخوام همینجا یک مسئله رو بیان کنم. یک زمانی بعضی برادران میپرسیدن این مسئله را که بعضی حنفی ها میگن استفاده بودن همین ساقیچ، یعنی خویدن ساقیچ یا بگیم ژواچکا برای مرد کراهیت دارد. این برای چی؟ چون که ابن عابدین در کتابش میاد، در همون حاشیه ابن عابدینش در کتاب همین صوم خصوصا در همین باب مکروهات روزه میاد که خب خویدن همین ساقیچ برای زن به خاطری است که در بدل همون سواک است. چون که زن میگه اگر روزانه سواک کنه دنداناش، همون دنداناش میتابد. یعنی برای زن کمتر این چی است؟ بگیم که نمیگم مثلا ترک سطر عورت، نه، یعنی به آدابی یا بگیم یا به نظامی همون زن است. خب چه مثلا از زن روزانه در پیش مردم مثلا یک چوبه میگرده مسواک میکنه دنداناش، این مقصد مرادش در کوچه و در جای جمعیت در خونه اشکال ندارد. یعنی میگیرد مسواک و دنداناش مسواک میکنه، بعد دنداناش میتوبه دهانش. این کمتر بگیم وای نیست که اخی برای انسان، یعنی در طبع انسان از جانب زن بگیم قبول نیست. برای همین در بدل همین برای زنا خب ژواچکا را گفتم بخوید، یعنی همون ساقیچ بخوید، گویا که ساقیچ جای همون مسواک میگرفته است. خب گویا که معلوم است که مسواک فضیلت و سنت بودن دیگر حکم دارد، اما برای زن همین حکم هست. ابن عابدین همین مسئله ذکر میکند که زن برای همون اجازت است، یعنی هیچ کراهیت ندارد خویدن همون ساقیچ. خب در بدل اینکه اونجا در بدل چی هست؟ همون مسواک. اما اختلاف است در مسئله مردها. بعضی ها گفتن که مکروه است، بعضی ها گفتن که مباح است. خب کسایی که گفتن مکروه است به خاطر تشبه، یعنی مانند بر زنها ژواچکا را میخوید بدون یگام عذر، اینجا میگن مکروه است. خب مثلا مرد ساقیچ بخوید بدون عذر میگن کراهیت دارد. اما اگر عذر باشد به خاطر که طعام حل شود یا که اگه بوی بد یا که مثلا چسناک خورده است یا که پیاز خورده است میخواد داخل مسیح شود، ژواچکا خواهد همون بو میرود، اشکال ندارد، اینجا عذر هست. خب اما مباح بودنش به علت اینکه اگر در خانه بخواید مرد مثلا در جمعیت نباشد اشکال ندارد، مباح است. خب این مسائل گفتیم اگر تعلق بر جمعیت، اگر در یک جای جمعیت باشد در بین مردم در خانه اشکال ندارد. و همین علتش همین است که بعضی علما مکروه گفتن به خاطر تشبه، یعنی مشابهت بر زنها، چون که در همون زمانها همین خیلی است که این ساقیچ فقط زن میخوید است نه مرد. خب این قول بعضی علما بعضی فقها است. معلوم است که حدیث پیغمبر خدا است، لیکن فقها هم یک قدوه و بگیم الگوی ما هستند. به همین خاطر مثلا میخواستم همینجا بیان کنم، چون که بعضی‌ها سوال میکردن یا وقتا که برای چی سبب علت، برای همین خیلی علما میگن از اون جمله ابن عابدین و همچون ابن نجیم در کتابی همون مشهور کی هست شرح کنز دقایق
طيب، این بابی مکروهات روزه هم با آخر رسید ان شاء الله. و آخر دعوانا و الحمد لله رب العالمین.